Dari vazir mani xidmetim. Ulesi şöyle kuraba uçmuş. Teşekkür şuna. Navruzo idam burak boşun. Merhamet. Agar şumo zinda boşed mo Boşa. da kanavur bara SSR bakad. Şumo beter bude. Mo beto. Merhamet. Hadi şu. İd baloy id omada است. Ham idi bolwan, idi modaron, ashtumi mard. Ham daromadی اومدی بهار نوزنین 20 شما برید بهار نوزنین و هم 11 مارد که روزی مطبوعات است و 110 سالگی مطبوعات جمهوری تاجیکستان و ملت تاجیک است و هم نوروز هم نزدیک آمده است و بیشتر از همه در همین 110 سالگی مطبوعات ما در طول یک سال اخیر مشاهده کردیم که با سر کار آمدن شما و اکای دولت سفر برخورد وزارت فرهنگ با مطبوعات دیگر شد. مطبوعات همانگونه که سرور دولت میخواستند دیگر گفت دولتی و غیر دولتی نگوید، رسمی و غیر رسمی نگوید، شخصی و حکومتی نگوید. یعنی که همه ما کوشش میکنیم که در اطراف سرور دولت خود را بسازیم، ملت خود را بسازیم. تمامی ملت هایی که فکر میکنند به یک جا رسیده اند و با مطبوعات سر و کار گرفته نمیشود خطای محض میکنند که نمونه بهترینش امروز جنگ های اطلاعاتی اوکراین و روسیه است. برای همین ما بسیار شاد هستیم که بعد اومدن شما برخورد با مطبوعات دیگر شده است، برخورد با ژورنالیستیکا دیگر شده است، برخورد با رسانه های اطلاعاتی دیگر شده است و ضمناً ما یک بین مردم یک پرسش هم گذراندیم که در اینجا یکی از جایهای نمایان رو شما گرفتید در بین 12 گلی تاجیکستان که در عرفه مطبوعات خدمت کردند و هم دیپلم ویژه SSSR داده می شود به دولتزاده زلفیه دولت برای سهم ارزنده در رشد مطبوعات در سال 2022 در عرفه 110 سالگی مطبوعات تاجیک. تشکر زیاد. سلامت سپاسگزارم. مبارک باشه. سلامت باشید. تشکر. مینتون. و هم وقتی که گفتن که شما درباره لباس ملی صحبت کردید ما گفتیم لباس ملی بهترین لباس میشه و اما این ادرسی که ما مخصوص آورده ایم قریب در یگان جا فروخته نمیشود مخصوص فرمایش داده و ما امیدواریم که در جشن نوروز ما اینا در بدن زیبای شما میبینیم. تشکر. ما کوشش میکنیم. تشکر زیاد. و هم در طول 30 سال استقلالیت اکای دولت سفر بدون کمک کردن کمر همت بستن کتاب رومانی تاریخی ما رو با نام ایشانبله که از نخستین حرکت های آزادی خواهی استقلالیت خواهی تا انقلاب در بلجوان تاجیکان در موضع در شاهیگری که امروز سرور دولت ما خوشبختانه را تولد شده اند و در اون وقت اونها تلاش دولت خواهی میکردن ما این را هم با شما تبریک میکنیم تحفه میکنیم و هم ما هیچ وقت همکسبان خود را فراموش نمیکنیم. استاد شرف میرزاد یکی از نفرانی بودند که واقعا هم با برنامه خاک وطن میلیون ها گریزه را پیغام میدادن که بیایید شما را تاجیکستان دولت تاجیکان سرور تاجیکان شما را انتظار هستند توسط رادیو آنها را به خاک وطن میکشیدن و این رو ما کلکتیو کار SSR به دست چاپ دادیم و از نخستین شماره های می شود که به دست وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان میرسد. سلامت و این گلدسته عبارت از 11 گلی لاله است
یعنی که با گازeta پیچونده شده است بخشیده با 11 ماه بهترین مبارک مبارک باشم سپاسگزارم به نهایت خرسند شدم خوشحال شدم در حقیقت گفتی اگه سیف که اید بالای اید است و قدم مبارک شما به وزارت فرهنگ این اید است اگر گوییم که اشتباه نمیکنیم البته باشد که این ایدها باشد این صحبت ها ما را هرچی یکجا کنند متحد کنند و البته ما باید دولتی را از خصوصی و خصوصی را از دولتی جدا نکنیم ما همه یک هستیم ما همه یک فرزند همین وطن هستیم و راستیگر من هیچ گمان نکردم تشکری زیاد بنهایت به توجه شما و من مطمئن هستم که این همکاری های ما از این پس باز قطعی‌تر و ما باز به هم نزدیک‌تر میشیم. ما میتوانیم. ما میتوانیم. تشکری زیاد.